سلام، به کانال ما خوش اومدید. امروز قراره با هم بیوگرافی آلمیلا ادا بایزید اوغلو یا ظلیف سریال کبوتر را با هم ببینیم. امیدوارم خوشتون بیاد. آلمیلا ادا متولد 4 آگوست 1994 در ترکیه، بازیگر، مدل و بالرین. فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته رقص بالا از دانشگاه معماری سینان می باشد که از 20 سالگی بازیگری را آغاز کرد و با سریال اسمش افسانه است به شهرت رسید. 174 سانتی متر قد و 48 کیلو وزن دارد و در رشته مدلینگ نیز فعالیت می‌کند. خانواده: آلمیلا در 13 مرداد 1373 در شهر استانبول ترکیه به عنوان تک فرزند به دنیا آمد. پدرش روزنامه‌نگار و مادرش طراح مد است. تحصیلات: از کودکی یادگیری رقص را آغاز کرد و سپس مدت از زندگیش را به خاطر شغل مادرش در روسیه سپری کرد و در نهایت وارد کنسرواتوار دولتی استانبول در رشته باله شد. پس از آن در دانشگاه معماری سینان به صورت تمام وقت درس‌های بالای خود را تکمیل کرد و در ادامه مدتی به لندن رفت و در رشته هنرهای نمایشی تحصیل کرد. اولین بازیگری در سریال انگلیسی: در سال 2014 هنگام حضور در لندن وقتی در یکی از ایستگاه‌های مترو ایستاده بود، توجه یکی از عوامل فیلم انتقامجویان اصل اولترا را جلب کرد. او برای بازی در نقش نوجوان اسکالتی در این فیلم دعوت شد و بعد از تست و قبولی جلوی دوربین رفت و بعد از آن بود که عاشق بازیگری شد. آغاز بازیگری در ترکیه: در سال 2015 در 21 سالگی با بازی در سریال روزی سرنوشتم نوشته شد وارد خواب تلویزیون ترکیه شد و 1 سال بعد در سریال غنچه‌های زخمی نقش آفرینی کرد. در سال 2017 در 23 سالگی با بازی در سریال اسمش افسانه است درخشید. اوج شهرت در سریال ها: در سریال اشک‌های جنت و در سریال ملکه جاندان. آسیب دیدگی به خاطر باله: فعالیت آلمیلا ادا به عنوان بالرین باعث شد تا به امروز همه انگشتانش از جا در بیاید و 12 بار بازویش به این مشکل دچار شود. طبق گفته خودش او فشار فیزیکی و روانی زیادی را در بالرین تحمل کرده است. در زمان حضورش در لندن از آنجایی که از آسیب‌های تاندون آشیل و مشکلات استخوانی رنج می‌برد مجبور شد برای فیزیوتراپی به استانبول برگردد. ازدواج: در حال حاضر آلمیلا با فرد ناشناسی ازدواج کرده و ثمره ازدواجشان یک دختر متولد دسامبر 2021 میباشد. مربی باله: این بازیگر زیبا در سال 2018 یک مرکز پیلاتیس به نام پونیت استودیو را اندازی کرده است و در کنار هنرپیشگی به عنوان مربی تناسب اندام باله نیز فعالیت می‌کند. علایق و شخصیت آلمیلا ادا: فردی بسیار احساساتی و باهوش و با استعداد است. به هیچ عنوان بی‌عدالتی را تحمل نمی‌کند. برای زمان خودش ارزش قائل است، به طوری که طبق گفته خودش اگر بخواهد از جایی به جای دیگری برود برای مدتی که در راه است برنامه‌ریزی می‌کند. به زبان‌های فرانسه، روسی تسلط کامل دارد. این و سریال‌های آلمیلا ادا: 2015 فیلم سینمایی انتقامجویان اصل اولتران. 2015 روزی که سرنوشتم نوشته شد. 2016 غنچه‌های زخمی. 2017 اسمش افسانه است. 2017 اشک‌های جنت. 2018 1 تن باد. 2018 آینه شکسته. 2019 تا 2022 کبوتر. 2021 با مدیر برنامه هم تماس بگیر. بازیگر مهمان. 2022 داستان عجیب یک مروارید درخشان. 2022 سه خواهر. 2022 آخرین مهمانی. 2022 سلام به باریش آکارسون.